با سلام و درود. امید که هر جا هستید عزیزان جور صحتمند باشید. بازم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای خانه‌های مهندسی با من نسیم الله رسولی. عزیزان این نقشه است که نقشه دو بعدی در ویدیو قبلی یک توضیح کامل دادیم. سفارش یک از عزیزان هست که در ولایت کابل زیبا اجرا میشه. انشالله که دیگه عزیزان هم بتونن از استفاده مفیدی رو ببرن. خب طبق که میبینید 4 اتاق خواب داریم و یک آشپزخانه و تمام حمام توالت و چیزهای نیاز. در این قسمت ورودی ساختمان هست که 2 پله میخوره به کف ساختمان میرسیم که پله زیر سمارشه در نظر گرفتیم عزیزان. در قسمت هم میتونید به طبقه بالا برید، تعداد پله ها رو میتونید ببینید. البته در آخر ویدیو نقشه دو بعدی رو با اندازه‌های کامل توضیح میدیم. خب در قسمت هم یک اتاق خواب مهمانخانه داریم که قسمت ابتدای ساختمان ورودی ساختمان هست که به حال پذیری یا دهلیز و دیگه اتاق ها کار نداره. به این قسمت هم که میبینید ورودی حال پذیری هست و در قسمت راست حمام و توالت در نظر گرفته شده و در قسمت پشت از اون هم آشپزخانه در نظر گرفتیم که عزیزان میتونید ببینید. این قسمت هم میتونید یک چیزی بگذارید که جای یخچال میتونید اینجا بگذارید یا دیگه چیزی. خب حال پذیری یک حال پذیری خیلی عالی و بزرگ با ویوی خیلی خوب و مربع مستطیل شکل. در این قسمت هم که یک اتاق خواب دیگه داریم که میبینید و یک پنجره از قسمت جلوی ساختمان گرفتیم. به این قسمت هم که یک اتاق خواب خودتری در نظر گرفتیم عزیزان که این هم یک پنجره داره. ما دو طرف ساختمان بسته در نظر گرفتیم و همینطور یک حمام هم به هر کدام از این 2 اتاق خوابی قسمت جا داشتیم در نظر گرفتیم. خب عزیزان میبینید میریم یه نقشه دو بعدی هم یک توضیح میدیم که عزیزانی که از ویدیو کامل استفاده کرده بتونن. خب طوری که مشاهده میکنید مجموع نقشه ما 18 در 10 متر هست که از قسمت ورودی پله رو داریم و یک اتاق خواب مهمان خانه ما 4 در 4 و اتاق خواب دیگه داریم 3 در 4 با قسمت هست که در این قسمت هم حمام و توالت هست که اندازه گذاری نشده. یک اندازه گذاری میکنیم که عزیزان کامل میتونن استفاده کنن. 2 متر و 20 در 1.90 قسمت بیرونی هست و قسمت هر کدام از حمام و توالت 1.10 در 2 متر در نظر گرفتیم. و قسمت ورودی حال پذیری 2 متر و خود حال پذیری 9 متر و 20 در 5 متر و 40 سانت در نظر گرفتیم. و یک اتاق خواب دیگه 4 در 5 داریم. به قسمت هم 4 در 5 یک اتاق خواب دیگه داریم 5 و 20 و یک اتاق خواب خردتری 3 در 4 به قسمت داریم که یک حمامی هم داره و یک قسمت و حمام دیگه داریم 2 در 1 هر کدام از حمام ها. خب اندازه قسمت پلرم بایزن ننوشتیم. البته اندازه پنجره ها را اگر مشاهده کنید 1.5 قسمت جلوی هست در کل و 2 متر داریم. به قسمت جلوی ساختمان هم 2 متر داریم. خب قسمت زینه هم 4 متر و 20 در 4 متر است. قسمت پاگرد هم 1 متر در 1 متر در نظر گرفته شده. 1 متر و 10 سانت در 1 متر و 10 سانت. خود 10 سانت هم که ممکنه به گچ و دیگه چیزا بره. به قسمت هم پلر هم 1 متره. خب میتونیم بیشتر 1 متر و 20 سانت هم در نظر بگیریم. 1 متر و 80 قسمت هست
دروازه های ورودی هم که در کل 1 متر است عزیزان. انشالله که این ویدیوی ما به شما عزیزان مفید تمام شده باشه. ما کوشش میکنیم ویدیوها رو به طور کامل و کوچکتر باشه تا ویدیویی بعدی که انشالله یک نقشه جدید خواهیم داشت. شما عزیزان به خداوند پاک می‌سپارم.